کمپیر؟ یک کمپیر شما میگه همسایه جان اگر بخشش زیادی همین مصابه چکل این نمیمونه که کتیه کساگاریت به حق آزمی مایلش خیلی دگانه جان خیلی گه بسیار بوده که میگون که مصفیدت فیراد ارتو با جنگ نکنه تا هی شرط ببینی خودت طاقت دگانه داری یک کمپیری دگانه بازی بیای طرف آخه مده درشید تا بخشش زیاده این همین مصفید که اگر در جون جگرم رسیده با یوشی مرا کمپیر کده این میام حاضی و اگه روز دیگه میام مایلی خیتم بیا خی مایل با خفنشو میگم با بیا مایلی خیلی خشم دیا وای کمپیر حالا بای بیایی داد سال گفتی نکی نماندی که قطی یه آدم اگر 4 تا گازمه این چه آدم هایی هر روز قدی همو گب میزنی شرط ببینی دگانه هم خیلی خیره میشیده پشلوانه کمپیر حالا بای ما همونجا رو گفتم آخی کاستومی ما آخی درشید ما دا مصطفی جان همو کاستومی تر ما در آی خنک داختم شوشتم جفیدم نگاه کردم که مای دهک شده وای دیگه تو نمیشیده مصطفی گرفتم دادم شه مایلش آخی برو کن کجا شده برو ما بیو بطر اقلام بپوشم برم توی درشید جوای ما خفه میشن مصطفی بروکتم چرکینی شده بوده همورم داختم شوشتم جفیدم نگاه کردم که مای دهک شده ویم دیگه نمیشیده تا وایش گرفتم اکم دادم مایلش این خیلی باشه جلق ما بیار هم میلیوسامو میپشن بذار که تز جلق ما بیار ما بپوشم توی برم وای مصطفی همو جلکتم در آی خنک داختم شوشتم جفیدم که مای دهک شده وای تا دیگه نمیشید گرفتم وایش اوتم دادم ها کمپیر حالا بای همین خود من یاد در آی خنک انداز بشو بجاف برای چی؟ مای دهک میشم ببر اونو دگونه حق تا بته